سلام دوستان، ما در این نشر نوبتی برنامه خیلی شاید ترانسفر گفتنیم که رفزانه تو 29 ترانسفری در پریمیر لیگ روسیه هم محکم شد، ولی نخست از انگلیس شروع میکنیم. نوتینگهام فورست بعد از اینکه یک روتا سربازانی نو خرید، امانوئل دنیسی 25 ساله را به استانبول بشکشکی روان کرد. 2 گل در 19 بازی موسم قبلی پریمیر لیگ انگلیا از جانب بازیگر نیجریوی اخیراً انگلیس ها را قانع نکرد و او را به فوتبال ترکی گسیل کردند. PSG باشد به سوپرلیگ ترکیه ادوارد میشو را به اجاره فرستاد. نیمه‌نهایی 20 ساله یک موسم در آدانا دمیرسپور میگذراند و این اجاره حق خریداری را در خود دارد. موسم قبلی را میشو در ساندرلند گذرانیده بود. یک ترانسفر دیگری مربوط به فوتبال ترکی، این بازگشت ماریو بالاتلی به آدانا دمیرسپور است. شرطنامه نو ماریو با دست از آدانا زیر نقشه 1+1 بوده. باستیان شویتساری باشد و چند پیش قرارداد را قطع کرده بود. از سال 2021 تا 22 بالاتلی 18 گل در 33 بازی در تیم ترکی زده بود. در سیان باشد صاحب آماری 19 بازی و 6 گل است. حمله‌ور سیسکای مسکو که پارسال در اجاره در اردوی بلغاری بود بر رادنیچکی پیوست. اینجا گپ سر لاسانا نیدایه می رود که نامش در سیسکا بود و خودش نامعلوم در کجا. نیمه‌نهایی 20 ساله برزیلی از گرمیو بازیگر نوی دیناموی مسکو گردید و شرطنامه 5 ساله بست. ترانسفری بیتلو برای دیناموچیان 10 میلیون یورو ارزش پیدا نموده. در گرمیو باشد امسال در 19 بازی 4 گل زده است. حمله‌ور منتخب اوکراین رومان یاریمچوک از جانب والنسیا به اجاره گرفته شد. یادداشت میکنیم که 1 سال پیش بریوگه بلژیکی یاریمچوک را بر عوض 16.3 میلیون یورو خریداری کرده بود. موسم قبلی 2 گل و 4 اسیست در 32 بازی داشته. این موسم رومان 4 گل در 5 بازی دارد. در نتیجه ارتباط نوبتی ترانسفری میان ناتینگهام فورست و آرسنال، دفاعگر توپچیان نونو تاوارش طریق اجاره به صف جنگل بانان پیوست. ارزش اجاره بیش از 1 میلیون پوند را تشکیل داده. با انجام آن فورست میتواند تاوارش را بر عوض 12 میلیون پوند بخرد. موسم قبلی باشد نونو تاوارش در اجاره در مرسیل بود. سابق نیمه‌نهایی اورتون گیلفی تور سیگورسون ایسلندی بازیگری لیونگ بیو گردید. ایسلندی 30 ساله با تیم دانیوی شرطنامه 1 ساله بسته در صف اورتون باشد. از ماه مای سال 2021 وابسته به ابدارکنی به جنایت پدافیلیا به میدان نآمده بود. دستپرور منچستر یونایتد تدن منجی که 6 سال در سیستم این تیم بود به صف لوتون تاون پیوست. پیشتر دفاعگر 21 ساله که همگی 2 بازی در صف دیوانی سرخ گذرانیده است طریق اجاره در تیم‌های دربی کانتی و برمینگهم گذرانیده است. المپیک لیون 1 میلیون یورو به جیب زد و امین سار را به اجاره به وولفسبورگ فرستاد. اگر دسته بوندسلیگا خواهش خریداری بازیگر را در نقشه ماند مجبور است 13 میلیون یورو پرداخت نماید. همچنین المپیک صاحب ایلاوه پولی 500,000 یورو و 10% از فروش منبعه بازیگر است. در آخر از ناگفته‌های ترانسفری PSG میگوییم که چطور در نتیجه رسخودکنی‌های به مثل مانندش برادلی بارکولا با نرخ 45.5 میلیون یورو از لیون خریداری شد و بعداً خود لیون از PSG با حساب 4-0 سرکوب شد. بارکولا باشد صاحب شرطنامه 5 ساله شد و در تیم نوش این نفر 20 ساله تحت رقم 29 برآمد میکند. از آمار پارسالش اگر حرف زنیم در 26 بازی 5 گل و 8 اسیست دارد. اینها بودند آن 11 ترانسفر تابستانی انجام شده. تنسیت باشید.